یه روز یه نفر دوتا آرزو کرد و از خدا دوتا چیز خواست، یه گل زیبا و یه پروانه. و خدا در جواب آرزوهاش بهش یه کاکتوس و یه کرم داد. خیلی ناراحت شد و رو کرد به آسمون و گفت خدایا، من از تو گل و پروانه خواسته بودم، ولی تو به هم یه کرم و یه کاکتوس دادی. فکر میکنم به هم اهمیت نمیدی، بستن دوستم نداری و به من توجه نمی کن. چند روز گذشت و اون کاکتوس پر شد از گلهای زیبا و آن کرم پیله بست و تبدیل شد به یه پروانه. پس اگه از خدا چیزی خواستی و چیز دیگه ای دریافت کردی، بهش اعتماد کن، چون اگه خدا بخواد خارهای امروز تبدیل میشن به گلهای فردا.